سرخط خبرها. مدیر مهمانخانه‌ای را که با گمانبران کراکوس جای داده بود به زندان محکوم کردند. در ترکیه برای تا 14 ساله‌ها استفاده شبکه‌های اجتماعی منع شد. و انتخاب همسر آینده اختیاری است یا مجبوری؟ یا شوهر و همسر آینده را باید کی انتخاب کند؟ جوانان یا والدان؟ سلام بینندگان گرامی، برنامه نوید است با خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان. امروز 27 اپریل سال 2026 است. دادگاه در مسکو مدیر مهمانخانه را که ماه مارس سال 2024 در آن 2 محکوم شده حمله به کراکوس زندگی می‌کردند به 3 سال حبس محکوم نمود. این خبر را ریا نوستی با تکیه به سندهای دادگاهی نشر نموده است. تفتیشات گفته است مدیر مهمانخانه‌ای که در بینای یک خانه استقامتی در مسکو تشکیل شده بود، ساختارهای تفتیشاتی را درباره در آنجا زیستن دلیرجان میرزایف و محمد صابر فیضوف خبردار نکرد و آنها برای حضور موقتی اجازتنامه هم نداشتند. مدوزا نوشته است مدیر مهمانخانه با گناهش اقرار شده، گفته است که از کرده پشیمان است. تا زمان صادر شدن حکم او در آزادی به سر میبرد. دادگاه حربی مسکو ماه مارس امسال 15 گمانبری حمله به تالار کراکوس را به زندان یک عمری و 4 تن دیگر را از 19 تا 22 سال زندان محکوم نمود. 16 محکوم شده از روی این پرونده از تاجیکستان، 1 نفر از قرقیزستان و 2 دیگر از انگوشستان هستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک مرد با گمان تهدید کشتار همسرش خبر داد. به اطلاع این نهاد، ساکن 50 ساله ناحیه ظفرآباد در 2 مورد به همسر 53 سالش تهدید به کشتار کرده است. سامانه وزارت می‌نویسد که حالت اولی تهدید ماه نوامبر پارسال در خانه با استفاده از کارد آشخانه روی داده است و دختری 24 ساله آنها از فاجعه پیشگیری کرده است. مورد دیگر 7 اپریل رخ داده است و مرد همسرش را بی‌رحمانه لطوکوب نموده است. مرد را بازداشت و نسبتش پرونده باز کردند. نظری او معلوم نیست. هویت خانواده هم آشکار نمی شود. مقامات تنها تاکید کردند که این مرد در گذشته هم به دادگاه کشیده شده بوده است. معلوم نیست که در تاجیکستان چه تعداد از مردم برای تهدید به کشتار زن مجازات شدند. اما در حالتهای زیاد زنها از تهدید به جان خود به ساختارهای حفظ قانون خبر نمی‌دهند و در نتیجه قربانی فاجعه می‌شوند. حقوق شناسان تاکید می‌کنند که تهدید به کشتار جنایت است و باید سری وقت به مقامات خبر داده شود. پارلمان ترکیه طرح قانونی را قبول کرد که به نورسانی تا 15 ساله استفاده از شبکه‌های اجتماعی را منع می‌کند. به نوشته خبرگزاری انادولو، نظارت اجرای قانون را تامین کنندگان این خدمات یا شرکت‌های اینترنتی به عهده می‌گیرند. بنا به این سند، پروایدر باید تدبیرهای ضروری وابسته به مشخص کردن سن و سال کاربر را راه اندازی کند. همچنین نظارت والدان از فعالیت فرزندانشان در اینترنت هم تنظیم می شود و آنها باید بدانند که فرزندشان چگونه در اینترنت ثبت نام شده به کدام سامانه و کانال ها ابونه می شود. قاعده های نو به بسیار پایگاه های اجتماعی از جمله یوتیوب، تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام مربوط می شود. این سند بعد از آن امضا شد که یک مکتبخوان 14 ساله در مکتب شهر قهرمان مرش ترکیه 9 طلبه و 1 آموزگار را کشت. پرزیدنت رجب طیب اردوغان گفت زمینه‌های رقمی به ذهن کودکان تأثیری بد می‌رساند و شبکه‌های اجتماعی هم به قوطی پرتو تبدیل شدند. شکایت جوان به وکالتداری حقوق انسان که گفته است والدان دختری دوست داشته‌اش مانع ازدواج آنهایند و نگرانی امبودسمن از دخالت شخصان سیوم در انتخاب همسر یا شوهر در شبکه‌های اجتماعی سربحث شد. این خبر موضوع انتخاب اختیاری همسر و یا شوهر آینده و مجبوراً عائله‌دار کردن جوانان را داغ کرد. در ضمن ما هم از جوانان در دوشنبه در این باره سوال کردیم. تصمیم نهایی در مورد انتخاب همسر آینده باید دستی کی باشد؟ پاسخ ساکنان را با هم می‌بینیم. خیلی با پدر و مادر چیه؟ میفهمیدگی تره، کلانتر سین سال رفتگی تره میفهمن. اما اگر پدر و مادر انتخاب کنند جوان با مقبول نشود چی؟ خیلی نمیدونم. البته پدر و مادر، برای که یگان پدر و مادر با بعضی فرزند هستن انتخاب رو درست نمیکنن.
که این کمه که آدمایی که انتخاب ناز کنن انتخاب باید همین باشه که آدم مقصد خطا نکنه در انتخاب خودش. هست جوانایی که انتخاب میکنن همدیگه چون که خوشبخت نمیشن برای که انتخاب درست میکنن. در ملت ما خیلی چیزا وجود نداشتن. این وقتای آخر همین به درجه آمد رسید. 40 روز 20 روز زندگی میکنن جدا میشن. تا از طرفی دختر میشه تا پس پسر میشود. سبب همون چیز بسیار سراسیمه شده. نپرسیده حیات دیوای پدر و مادر حیات دیده است کلام کرده است و هیچ وقت در راه بدی فرزند نمی رود. برای همین پرسیدن و اجازت پدر و مادر بسیار خوب است برای حرمت عزت اونا. با هر دویش هم اگر درستی کار بیاید زندگی اونقدر خوش نمیگذره. اگر گفته پدر و مادرم کنیم اگر بهتر میشود لیکن خواهش خودشون با بهتر است. باید که هر یک جوان خودش همسر خود هم قدم حیات خود انتخاب کنه. جوانان باید خودشان انتخاب کنند. اگر پدر و مادر انتخاب کنند در آینده باشد که مشکلات شود بعد کودک به پدرشون میگویند که این کاری شما بود که من همین خیال زندگیم برپا گردید. نه چه فرزان اولی چه انتخاب میکنه اینجا Евросоюз неку да 5 ساله پدر مادر باید رشد کنه. انا امبودسمن شکایت کرده است که بعضی عائله‌ها با شخصای سوم دخالت میکنند یعنی که پدر و مادر رو امبودسمن کی وای کدگی همین جوبا موندگی خلق وای کدگی امبودسمن نوش تو امبودسمن دیگه کار نداره. زندگی شخصی آدم خودش است. پدر مادر حق دارن که بگن که چی روی برکنیم تا مجبور کردن به فکرم خوب نیست. باید اگر معقول نباشد میتونیم که مقصد بگیم خانگیمونه که اگر عائله میفهمیدگی باشن مقصد با تصمیم کودکشون چی میشن احترام میگذارن. ولی نو جوان باید خودش همون دوست داشتهش رو یا که خواسته دلش رو با خانگیش نشون داد با یک دیگر فهمی یا که آنها کسی که با شما نشون داد با هم دیگر فهمی همسر و اندرش رو انتخاب کنند. یعنی نظر اونها رو هم میشنوید؟ خیلی شد مجبوری مودا میگن که اول دختر شبیم بعد اول اوچه شبیم بعد دختر شگیرم خیلی مسته که نه وای باشه. فکر میکنم که اگر همو چی دختر باشه چی خودی همو پسر باشه اگر همو آدم شناسه یا خوب کمک جوانو شناس شوند بعد این خیلی بعد خانگی که وای دیدن موافقه کردن بعد دختر که وقتی که روزی باشه پسر که وقتی روزی باشه یم نغزه اصلا بگوی باید که دخالت نکنن جوانو در ایتا او روسو میگن یخنیوی بره اما با شما برای همین خیلی اگن برای حرمت عزت البته آنها دو گرفتن در گفت سلامت. بیننده عزیز شما هم میتوانید زیر برنامه در این باره نظری خودتان را بنویسید. ضمناً اینجا یک خبر داریم در موضوع سن ازدواج یا نکاحی بر محل جوانان. در یک تالاری کورته‌های عروسی در گرجستان فروش فته یا کورته عروسی به دختران پایین‌تر از سن 18 منع شده است. هر یک دختر حق دارد که صاحب معلومات شود و آینده را خودش انتخاب کند. با این شعار یکی از کلانترین تالارهای فروش لباس عروسی با نام ماریانیلا در گرجستان برای پیشگیری از ازدواج بر محل دختران معرکه را براه مانده است. این تالار 30 سال باز با عروسان کار میکند و به گفته مؤسسانش در این مدت بارها شاهد ازدواج دختران نابالغ شده است. به گفته آنها مشکل اساسی این است که دختران نورس این کار را یک امر معمول می‌دانند. در گرجستان ازدواج دختران نابالغ پرمنع است ولی با این وجود به گفته فعالان مشکل همان داغ باقی میماند. در ضمن نکاح بر محل دختران در تاجیکستان هم حامیان حقوق از جمله وکالتدار حقوق انسان را سخت نگران کرده است. با وجود بلندتر شدن سن ازدواج بنا به آمار دادگاه عالی سال 2025 بیش از 3300 دختر نابالغ ازدواج کردند. و قدردانی و مکافاتانیدن پیرمردی که در ازبکستان با مرکب یا خرش برابر دیگر ماشین ها در چراغک سرخ راه ایستاده قاعده حرکت را ویران نکرد در شبکه‌های اجتماعی پربحث شد. این حالت در ولایت جیزخ رخ داده است. پیرمرد که با خر در راه ماشینگرد حرکت میکرد تا سبز شدن رنگ چراغک منتظر ماند. این حالت به نوا رفتیده به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و پلیس راه ولایت جیزخ با موی سفید واخورده او را برای احترام
به قانون و قاعده ها و سپاسنامه و تحفه ها قدردانی کردند. و گفته این مقامات در حالی که بسیاری از رانندگان واسطه های نقلیات قاعده ها را ویران میکنند، این حرکت نمونوی بابا سزاواری تحسین است. عمل پیرمرد در پس منظر خبرها درباره افزایش صدمه‌های نقلیاتی در منطقه از جمله تاجیکستان توجه زیادی را به خود جلب کرد، ولی در عین زمان این حالت به واکنش‌های گوناگون روبرو شد. برخی از کاربران نوشتند که بهترش به بابا فهمانده میشد که خر نقلیات نیست و در راه نباید تنبشوی را ایجاد کند. گروه دیگر عمل پیرمرد را درسی عبرت برای دیگران خواندند. در این لحظه برنامه بخش یک روز در تاریخ را با مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 اپریل پیشنهادی شما می‌کنیم. 27 اپریل سال 1978 در افغانستان تبدلات نظامی شروع شد که در تاریخ با نام انقلاب ثور هم معروف است. ثور در افغانستان ماه اپریل را میگویند. آن روز گروه افسران حزب غیر قانونی خلقی دموکراتی افغانستان که هواخواه نظام کمونیستی بودند، حکومت محمد داود خان را سرنگون کردند. در کشور جنگ شهروندی سر زد و دکبر سال 1979 که آن را مرحله دوم انقلاب ثور هم مینامند، اتحاد شوروی افغانستان را اشغال کرد و حکومت کمونیستی خود را نشاند. این دوره آغاز مرحله نوی بی‌ثباتی ها در افغانستان شد که 10 ساله ها ادامه دارد. 27 اپریل سال 1993 تاجیکستان عضو صندوق بین‌المللی پول یک نهاد مالی بین‌المللی شد که برای مبارزه با فقر و پیشبرد اقتصاد در مجموع 500 میلیون دلار قرض و یاری‌ها داد. ولی سال 2008 این سازمان مقامات تاجیکستان را در پیشکش کردن معلومات نادرست درباره صرف مبلغ‌های قرض گناهکار کرد که با هدف مبارزه با فقر و بینوایی داده شدند. شروع از سال 2012 برنامه قرضدهی به تاجیکستان از جانب صندوق بین‌المللی پول باز داشته شده مذاکرات با حکومت ادامه دارد. 27 اپریل سال 1992 تاجیکستان و جمهوری کره جنوبی رابطه‌های دیپلماتی برقرار کردند. کشوری واقع در آسیای شرقی و نیم جزیره کره یکی از دولت‌های با سرعت پیشرونده است و تاجیکستان را چون بخشی از آسیای مرکزی مورد توجه سیاسی قرار داده است. همکاری‌های دو کشور در دوره مکالمه‌های سیاسی طرح انرژی دیده می‌شود و سئول یکی از کشورهای امدادرسانی تاجیکستان در دوره پاندمی کرونا ویروس بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 123 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی 935-937 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 27 اپریل چنین تعیین شده است. برنامه نوید بامدادی را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی می‌دیدید. خبرهای بیشتر را از سامانه و صفحه‌های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تا فردا، خدا نگهدار.